سلام رفقا، من پوریا پرس هستم. توی ویدیو قبلیم که تو چنل قبلیم گذاشته بودم ترکیبم خیلی چرت بود و اصلا ترکیب خوبی نبود و من دیویژن 6 بودم اون موقع. الان توی این ترکیب ای فوتبالم روی جیمیل دیگه است، اصلا نخریدمش، اصلا اون ترکیب من ندارمش چون اکانتم حذف شد. الان یه اکانت جدید دارم و خیلی 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 زیاد پیشرفت کردم که الان میریم بهتون نشون میدم. بله بچه ها، داریم میبینیم که ترکیبم از اون ترکیب چرت و پرت تبدیل شده به این. اصلا من خودم باورم نمیشد یه همچین ترکیبی داشته باشم. الان میبینیم مسی 100، نیمار 100، رونالدو 99، بلینگام 99، دیگه دیبروینه 101، جورجینیو 101، کیمیچه 99، کنده 99، توتی گومس 97، اینجا پرس 97، دوناروما 98. اینجا توی تبزیح هم کورتوا 96 دروازه‌بان اسمشو بلد نیستم، همین که اول بازی اینو بهم داد. صلاح 97، اینجا فرناندز 97، ادرسون که البته شاید هیچ نشناستش، ادرسون 98، اینجا یه دقیقه بیا دیگه، مکالیستر 99، یامال 96، لکلسوه 95، هیمینسون 98، امباپه 93، رودریگو 99 و هالند 99. اینجا هم توی خریدامه که زیاد جالب نیست. اگه خوشتون اومد از پیشرفت من حتما لایک کنید و تو کامنت ها بگید پیشرفتم خوب بوده یا نه. اگر هم نمیدونید ترکیب قبلی من چیه، توی یوتیوب سرچ کنید پوریا پرس، اولین چنل رو کلیک کنید که واسهتون بیاره و اولین ویدیومو بیارید و اینجا میتونید ببینید که ترکیب شخمی داشتم من خدا وکیلی، الان تبدیلش کردم به این ترکیب زیبا. اگه خوشتون اومد لایک کنید، سابسکرایب کنید و منو حمایت کنید. خدا نگهدار.